سلام، وقت همتون بخیر. امروز داریم یه دامن شلواری میدوزیم که البته دوتا مال مادر دختر هستن که خواستم چند تا نکته در مورد دوخت دامن شلواری بهتون بگم. دامن شلواری رو روی پایه الگوی فرم میزنن. بعد موقعی که روی الگوی پایه فرم گذاشتیم از زیر پنسها بهش اوزمان میدیم. پنس میبندیم، اوزمان کارمون رو میدیم. قد فاقمونم از کمر میایم پایین و همون کارهایی که برای شلوار انجام میدیم برای فاق روی دامن شلواری روی همون اساس دامن فرم انجامش میدیم و شروع به بالش میزنیم. وقتی بالش زدید دیگه بالشتون تموم شد، پس دامن شلواری ها لایه حریر میخورن، ولی قبل از اینکه میخوام خشک وایسن، قبل از اینکه لایه حریر بخورن شما باید چیکار کنید؟ قبل از اینکه برش بزنن شما باید لایه حریرشون رو بزنید. وقتی لایه حریرشون رو زدید بعد برش بزنید که الگو نپیچه. برای همه لباسا اینجوریه، نه تنها برای دامن شلواری، برای کت، برای کراب، برای هر کاری که میخواید لایه حریر یا لایه پرشین بخوره. اول از هر چیزی باید لایه‌تون رو بچسبونید که موقع برش پیچ نخوره، موقع دوخت پیچ نخوره بتن. خب بعد موقعی که دامن شلواری رو میخواید بدوزید، اول فاقا رو بدوزید، اتو بزنید، یه اتو سنگ خوب بزنید که پرس بشه. بعد پاچه هاشو میدوزید. پاچه هاشو که دوختید وصل کردید، کمرشو بخواید وصل کنید، اول از همه یه چرخ نیش روی کمرش میرید با پای نیم سانت میرید که موقع دوخت، چون دامن شلواری موقعی که برش زده میشه خواهی نخواهی از روی کمر گاهی اوقات روی اوریو وای میسته، به خاطر اینکه ما کشش خاصی نداشته باشیم توی تن بد وای نسته. اول به چرخ نیش میزنید، بعد کمرتون رو وصل میکنید. قیمت دامن شلواری هم 800,000 تومنه دختش، که بخواید زیپ بخوره کمر بخوره، ولی اگه کش بخوره نه 650 700 دیگه، بستگی به مشتری خودتون داره که بخواید به قول معروف چقدر توانایی پرداختش رو داره. همیشه نیش پایین لباساتون هم اینم یه نکته دیگه بهتون